آبجو و شراب در اسلام حرامه، مجازات سنگین هم داره، ولی ودکا هم حرامه، با اینکه بعد از اسلام ساخته شده. پس احتمالاً یه چیزی تو این دوتا هست که اونه که حرامه. الکل که حرامه. الکل در شیمی تعریف خودشو داره. باید یه دونه هیدروکسیل بخوره به یه کربن. متانولو داری، اتانولو داری، بوتانولو داری، کلسترولو داری، اصلا اینا الکلان. کدوم الکل حرامه؟ اونی که تو شراب زیاده اون اتانوله. پس اتانوله که حرامه. خب اتانول که توی نون هم هست، که تو ماست و توی میوه و تو کفیر و اینا هم هست، که پس احتمالاً درصد اتانوله که حرامه. توی اینا بیشتره، توی اینا کمتره. خب یعنی اگه من یه عالم نون بخورم به اندازه یه آبجو اتانول داشته باشه، الان نون حرامه؟ پس احتمالاً اون حسشه، اون حس مستیه که حرامه. خب با آبم میشه. یه چیزی هست به اسم واتر اینتاکسیکیشن، یه علائمی شبیه مستی الکل داره. پس آبم حرامه. نه، احتمالاً اون تأثیری که رو بدن میذاره است که حرامه. خب ما میدونیم که الکل روی مغز، روی نوروترانسمیتر گابا تأثیر داره. شاید اونه که حرامه. خب دیازپام هم همون تأثیر رو میذاره، لورازپام هم همون تأثیر رو میذاره. همه خانواده بنزوئا. الان دیازپام هم حرامه؟ چیه که حرامه؟